سلام، علی راسترو هستم از مجموعه تاپلرن و با دوره آموزشی نرم افزار اکسل در خدمت شما هستم. توی این جلسه ما یک فرمی رو داریم به این شکل که من اومدم با استفاده از ابزار پراپرتیز رنگ‌های متنوعی رو برای اون انتخاب کردم. همونطور که بهتون گفته بودم با انتخاب کردن هر کدوم از اشیایی که داخل یوزر فرم ما هست ما میتونیم از ابزار پراپرتیز مخصوص به اون استفاده کنیم. یعنی من اومدم این یوزر فرم رو انتخاب کردم و توی قسمت بک کالر یا رنگ پس زمینه رنگش رو به رنگ هایی که میبینید میتونم من تغییر بدم که حالا من این رنگ رو براش انتخاب میکنم و میتونم کل این لیبل هام رو بگیرم و همزمان رنگ اونها رو تغییر بدم به این صورت که حالا من فعلا این رنگ رو براش انتخاب کردم. مورد بعدی این هستش که تصور کنید من این نام محصول رو الان اومدم انتخاب کردم با کمک گزینه بک استایل اگر روی حالت 0 باشه میبینید همرنگ آبجکت یا شیء زیری خودش شد و اگه بر روی 1 قرار بگیره همون رنگی خودش داشت رو حفظ میکنه. پس بک استایل به ما این امکان رو میده. مورد دیگه این هستش من میتونم بیام یک قاب رنگی برای این لیبلم ایجاد کنم. فقط این که بوردر استایلش رو روی حالت 1 قرار بدیم تا این رنگ آبی که براش هست حفظ بشه و قاب من هم رنگ اون شیء پس زمینه خودش نباشه. ببینید وقتی که من بوردر استایلم رو روی 0 قرار میدم رنگ قابم از بین میره و هم رنگ میشه با شیء زیرین لیبلم، یعنی رنگ خود یوزر فرمی که به رنگ خاکستری هست. روی حالت 1 قرار میدم و رنگش رو مثلا سفید قرار میدم به این شکل. من میام کل این لیبل ها رو انتخاب میکنم و تغییری که ایجاد میکنم میخوام برای کل اونها باشه. همچنین مجددا کلش رو انتخاب میکنم و میام توی قسمتی به نام تکست الاین و متن داخل اونها رو به جای چپچین وسط چین میکنم به این صورت. مورد دیگه‌ای که میخوایم باهاش کار کنیم این هستش که من میخوام نام محصولم رو بنویسم به عنوان مثال دوربین. وقتی که تعداد رو وارد میکنم و مبلغ رو با زدن دکمه ثبت میخوام تعداد ضرب در مبلغ 1 واحد از دوربین بشه و مبلغ کل اونها به دست بیاد. بذارید این متنی که داخلش نوشتم رو پاک کنم. میام قسمت یوزر فرم کلیک راست میکنم و ویو کد رو میزنم. چون قرار هست با زدن دکمه ثبت یک اتفاقی بیفته که شامل ضرب شدن این تکست باکس نامبر در تکست باکس پرایس هست که من این نام ها رو خودم براشون انتخاب کردم تا مبلغ کل من که نامش توتال پرایس هست به دست بیاد. برای همین با دبل کلیک کردن روی ثبت هم یک ساب روتینی به من میده که شامل رویداد کلیک هست. یعنی هر وقت کاربر بر روی این دکمه کلیک کرد این ساب روتین برای من اجرا میشه. داخلش چه اتفاقی بیفته؟ من میخوام total price dot value برابر بشه با نامبر ضرب در پرایس. F5 رو میزنم تا برنامه برای من اجرا بشه.
نام محصولم رو می نویسم دوربین، تعدادش رو میذارم روی 10، مبلغش رو 10,000 قرار میدم و حالا ثبت رو که بزنم 10 در 10,000 ضرب میشه و به این شکل اون محاسبه نهایی رو برای من انجام میده. بذارید تکست باکس هام رو انتخاب کنم و حالت تکست الاینشون رو بر روی وسط چین قرار بدم، چون اینطوری خیلی بهتره. با کلیک راست کردن روی یوزر فرم و قسمت ویو کد من وارد کدهای یوزر فرمم میشم که یک ساب روتین داخلش من ایجاد کردم و یک محاسبه داخلش ایجاد شده. یعنی نامبر که من میتونم بگم دات ولیو، من رو ننوشتم خودش ولیو حساب میکنه به صورت اتوماتیک. مقدار داخل تکست باکس نامبر هم ضرب داره مقدار داخل تکست باکس پرایس هم شده و بعد از اون حاصل ریخته شده داخل توتال پرایس، مقدار داخل مبلغ کلم. من این رو پاک میکنم. حالا میخوام یک اتفاق دیگه ای رقم بزنم. یعنی چی؟ میخوام وقتی تعداد رو نوشتم و مبلغ رو هم وارد کردم، هر وقت از داخل تکست باکس مبلغم خارج شدم به صورت اتوماتیک مبلغ کل من به دست بیاد. ببینید دارم میگم چه موقع؟ هر موقعی که از داخل این تکست باکس من خارج شدم. پس میتونم روش دبل کلیک کنم یا اینکه برم توی قسمت یوزر فرم ویو کد، از اینجا اون آبجکت رو انتخاب کنم. چی بود؟ پرایس هم بود. گفتم هر وقت از پرایس یا بذارید نامبر من خارج شدم یه بار دیگه F5 بزنم، هر وقت از مبلغ خارج شدم. پس مجددا برمیگردم داخلش، ویو کد، این رو پاک میکنم، میام پرایس رو انتخاب میکنم، یک ساب روتین برای من ایجاد میکنه از اون و یادتون باشه هر موقع ازش خارج شدیم چنج یعنی که هر وقت تغییری داخلش ایجاد شد. اما من میخوام اگزیت رو انتخاب کنم. ببینید اومد یک ساب روتین جدیدی برای من ایجاد کرد که داخلش دستورالعمل هایی نوشته شده که هر وقت من از داخل اون تکست باکس پرایس خارج شدم عملیات های داخل اون اسکوپی که براش نوشتم پیاده سازی بشه. این رو پاک میکنم چون بهش نیاز ندارم. پس هر وقت خارج شدم بیاد total price dot value برابر بشه با number dot value در price dot value. زمانی که من از پرایس خارج میشم، از تکست باکس پرایس خارج میشم، تکست باکسم رو چجوری انتخاب کردم؟ با زدن این گزینه میبینید لیبل ها رو ما داریم و تکست باکس هایی که من اونها رو نامگذاری کردم. اومدم پرایس رو انتخاب کردم و حالا وقتی ازش خارج بشم این عملیات و این خط کد اجرا میشه. یعنی نامبر در پرایس ضرب میشه و حاصلش ریخته میشه داخل توتال پرایس. F5 رو من میزنم. نام محصول دوربین، تعدادش یه دونه، مبلغش رو میذارم روی 2000 به عنوان مثال و حالا من اینجا کلیک میکنم. یعنی اومدم از این تکست باکس خارج شدم و به خاطر همین عملیاتی که داخل اسکوپش نوشته بودم برای من اجرا شد. اومد این دوتا رو در هم ضرب کرد و مقدارش رو ریخت داخل تکست باکس مبلغ کل که ما اون رو داره این میبینیم.
برمیگردم. حالا میخوام یک اتفاق دیگه بیفته. یعنی چی؟ این بار میخوام هر وقت وارد تکست باکس توتال پرایس شدم برای من همون عملیات قبلی تکرار بشه. ببینید واردش شدم، پس میرم داخلش، این ساب روتینی که مربوط به چنج توتال پرایس هست رو پاک میکنم، این خط کد رو کپی میکنم و این ساب روتین رو پاک. حالا میام آبجکت توتال پرایس رو انتخاب میکنم. به صورت پیش‌فرض مجددا چنج برای من اومد، یعنی میگه هر وقت یک تغییری داخل اون تکست باکس ایجاد شد یک سری کدایی که اینجا می نویسم اجرا بشه. من این رو نمیخوام، پاکش میکنم، میرم رویداد اینتر رو انتخاب میکنم. خب یک بار دیگه توتال پرایس، حالا به جای چنج اینتر رو انتخاب میکنم و اون ساب روتین قبلی رو که برای چنج بود رو پاک میکنم. داخلش چه اتفاقی بیفته؟ کنترل وی، تکست باکس پرایس در نامبر ضرب بشه، حاصلش ریخته بشه داخل خود همون توتال پرایس. F5 رو میزنم. نام محصولم لپتاپ، تعداد 5 تا، مبلغ 10,000 به عنوان مثال. ببینید اینجا وقتی کلیک کنم یعنی وارد این تکست باکس شدم و اون دستوراتی که بهش گفته بودم برای من اجرا میشه. میاد تعداد رو در مبلغ ضرب میکنه، حاصلش رو میریزه داخل تکست باکس توتال پرایس. مورد بعدی این هستش که من میخوام هر وقت دارم مبلغ مربوط به محصولم رو مینویسم همزمان برای من توی مبلغ کل محاسبه به صورت زنده اجرا بشه. حتی میتونم بیام این اتفاق رو بر روی تعداد هم و تکست باکس نامبر هم اجرایی کنم. یعنی چی؟ یعنی هر وقت دارم تعداد رو تغییر میدم توی مبلغ کل من بر اساس مبلغی که وجود داره این دوتا در هم ضرب بشن و به صورت زنده همزمان با تغییری که دارم داخلش ایجاد میکنم مبلغ کل هم تغییر بکنه. من داخل دو تا تکست باکس عملیات باید انجام بدم، یکی مبلغ یکی هم تعداد. روی تعداد دبل کلیک میکنم، این خط کد رو کنترل سی کپی میکنم و این ساب روتین رو من یه کاریش ندارم. اینجا کلیک میکنم دیلیت رو میزنم تا برای من کد بیاد بالا. خب یک ساب روتین که مربوط به آبجکت نامبر هم هست و رویداد چنج برای اون ایجاد شده. یعنی هر وقت که این تکست باکس برای من تغییر کرد چیکار بکنه؟ این عملیات رو اجرا کنه. حالا میام بر روی تکست باکس پرایس هم همین کار رو انجام میدم. روش دبل کلیک میکنم یک بار دیگه. خب اینجا کلیک کنم دبل کلیک. به صورت پیش‌فرض برای تکست باکس پرایس هم رویداد چنج رو انتخاب کرده. اینجا هم همون خط کد رو کنترل وی و پیاده سازیش میکنم. حالا من F5 رو میزنم. نام محصولم دوربین، تعدادش 10 تا. خب بذارید ببینیم چه اتفاقی افتاد، به همون خطا داد. F5 نام محصول دوربین، تعدادش روی 10. بذارید دیباگ رو بزنم یه توتال پرایس. خب بذارید این رو من کامنتش کنم و فعلا اون تغییر اصلیم رو بر روی ساب روتین مبلغ اجرایی بکنم. میبینید فقط اون تکست باکس پرایس هم هنگام تغییر این عملیات ها
براش اجرایی میشه. F5 رو میزنم، دوربین مینویسم، تعدادش رو 10، مبلغش رو میذارم 5000. میبینید همزمان داره مبلغ کلش رو هم محاسبه میکنه، یعنی مبلغ رو در تعداد داره ضرب میکنه. به خاطر این به تعداد اشکال میگرفت. چرا؟ چون وقتی من یک عددی رو بهش میدادم میومد این رو در این ضرب میکرد به صورت همزمان، اما مبلغ من که هنوز وارد نشده بود و یک مقدار خالی داشت، به خاطر همین نمیتونست یک عدد رو در یک مقدار خالی ضرب کنه. برای همین از من اشکال میگرفت. فعلا بذارید بر روی این فرما بیایم، فقط روی تکست باکس پرایس مربوط به رویداد چنجش اون کد رو براش وارد کردیم تا به صورت زنده بیاد این دوتا رو در هم ضرب کنه و توی خروجی به ما داخل تکست باکس توتال پرایس به همون نشون میده. خب خارج میشم. تصور کنید که شما به صورت روزمره داخل فرم خودتون همیشه یک محصول تکراری دارید و یا اینکه مبلغ اون هم تکراریه. برای اینکه جلوگیری کنید از نوشتن دائم نام محصول و مبلغ اون و فقط تعداد اون رو شما تغییر بدید، میایم چیکار میکنیم؟ میایم از یک رویداد جدیدی استفاده میکنیم که نامش هست activate. یعنی چی؟ یعنی هر وقت من میخوام یوزر فرمم رو فعال کردم، یعنی برنامه‌ام رو اجرا کردم، به صورت پیش‌فرض داخل نام محصولم یک نامی قرار داشته باشه و مبلغ اون هم از قبل نوشته شده باشه. پس میام روی خود یوزر فرمم دبل کلیک میکنم. من به رویداد کلیکش کاری ندارم. میام یوزر فرمم رو دوباره انتخاب میکنم و حالا رویداد اکتیویت رو از بین رویدادهای دیگه انتخاب میکنم. اکتیویت یعنی هر موقع که اون یوزر فرم اجرا شد و بالا اومد. این کلیک رو پاک میکنم. چه اتفاقی بیفته؟ بیاد پروداکت نیم بود اسمش، بذارید برم ببینم چی من اسمش رو قرار داده بودم. نیم پروداکت. خب کلیک راست، ویو کد، نیم پروداکت، نام محصولم، دات ولیو، تکست باکس نام محصولم مقدارش برابر بشه با دوربین. پس مقدار دوربین رو ریخت داخل مقدار تکست باکس نیم پروداکتم و نامبر دات ولیو مساویه با که اینجا چون عدد هست من دیگه دابل کوتیشن نمیذارم، میگم عدد 100. البته پرایسش بود که من میخواستم به صورت پیش فرض باقی بمونه. می نویسم پرایس دات ولیو مساویه مقدار 2000. حالا وقتی من F5 رو بزنم ببینیم چه اتفاقی میفته. چون اینجا برای من توی رویداد قبلی چنج فعال بود، برای من پیاده سازی و اجرا نشد. بذارید این رو کامنتش کنم. چرا؟ چون که میاد نامبر رو در پرایس ضرب میکنه. اوکی، در صورتی که من مقدار پرایس رو دادم هنوز نامبر رو بهش ندادم، به خاطر همین نامبر من خالی هست و اینجا این خط کد اصلا معنی نمیده.
به جای اونم میتونم بیام یه کار دیگه انجام بدم. یعنی بیام روی این دکمه ثبت دبل کلیک کنم. هر وقت روش کلیک انجام شد این خط کد برای من اجرا بشه. یعنی به صورت اتوماتیک دیگه این دوتا در هم ضرب نمیشن. هر وقت من روی دکمه ثبت کلیک کردم این اتفاق میفته. حالا F5 رو میزنم. میبینید دوربین به صورت پیش‌فرض، مبلغش هم به صورت پیش‌فرض نوشته شده. فقط کافیه من تعدادش رو مثلا 10 قرار بدم و روی دکمه ثبت کلیک کنم تا این دوتا در هم ضرب بشن و ریخته بشه داخل مقدار مبلغ کلم. خیلی ممنونم که توی این جلسه همراه من بودید. انشالله توی جلسه بعدی ادامه کار با نرم افزار قدرتمند اکسل رو پیش میبریم. متشکرم از شما.